تو زندگی دردهای زیادی کشیدم، زخمهای زیادی خوردم. روزی که میخواستم کتاب بنویسم از آدمی که خیلی دوستش داشتم گفت نمیشه، نمیتونی. این حرفاش به من بیشتر انگیزه میداد، بیشتر باور داشتم به خودم. میتونم به جرئت قسم بخورم توی چند سال تونستم کتاب‌های زیادی بنویسم. کم و زیاد مجوز گرفتم، ولی میخوام اینو بگم هر چیزی تو هر کاری اول باید انگیزه داشته باشی، بعد باور به خودت، بعد اندیشه، بعد قدرت به کار. میتونی همه کارهای خودت رو انجام بدی. کار نشد نداره، میتونی.